سگی در چمن علف می‌خورد. سگ دیگری که از آنجا می‌گذشت وقتی صحنه را دید تعجب کرد و ایستاد. تا به حال ندیده بود که سگ علف بخورد. ایستاد و با تعجب گفت: هوی، کی هستی؟ چرا علف می‌خوری؟ سگی که علف می‌خورد نگاهش کرد و بادی به غبغب انداخت و گفت: من سگ قاسم خانم. سگ رهگذر پوزخندی زد و گفت: سگ حسابی، تو که علف می‌خوری. اگه حداقل پاره استخونی جلوت انداخته بودن باز یه چیزی. حالا که علف می‌خوری دیگه چرا سگ قاسم خان؟ سگ خودت باش.